سلام علیکم دوستای عزیز، بازم خوش آمدید. دوستای عزیز، امروز میخوایم درباره آلت تناسلی مردانه صحبت کنم. بعضی از دوستای ما سوال کرده بودن آلت تناسلی مردانه در حقیقت برای خانوما یعنی کوچک باشه یا بزرگ. دوستای عزیز، قبل از اینکه چیز بکنید کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای دیگه ما مستفید شوید. آمدیم سری بحث آلت تناسلی مردانه. آلت تناسلی مردانه سایز نرمالش از 8 تا 11 الی 12 الی 13. این از 8 به بالا تا 13 این رنج نرمالش است. بعد از اینکه بزرگتر بشن از 13 14 و 15 و 16 اینا سایز بزرگ هستن. البته این آلت تناسلی مردانه خرد و بزرگش تأثیری روی خانما نداره، در سکس و اینا هیچ تأثیری نداره، فقط طرف بلد باشه. مشکل نیست 8 سانت باشه یا 12 سانت باشه، ولی بالایش او خانما را اذیت میکنه. یعنی همون سایز متوسطش بهترین که سایز متوسط گفتیم 8 الی تا 13 میریم. دوستای عزیز، این هم درباره آلت تناسلی مردانه بود دیگه. انشالله از این بعدم ما ویدیوهایی داریم. ویدیو ما را سابسکرایب کنید. ممنون شما. خدا نگهدارتون.